انقلاب‌ها وقتی پوک میشن که شعارهای اصلی اونها تبدیل بشه به یک سری نماد، چهره، عکس روی دیوار. عکس امام هست، شعار امام، محتوای امام نیست. در ابتدای انقلاب این منطق مقابله با فقر و نابرابری و مقابله با تبعیض و مقابله با استکبار و مقابله با به اصطلاح محدود کردن آزادی‌های مردم محور انقلاب بود. ما هنوز نگاه می‌کنیم اشرافیت و تبعیض نهادینه شده است. تا امروز که یک دونه از این آقایون دادگاهی نشدن، چه اونهایی که حقوق اضافه گرفتن فقط حقوق هم نیست، املاک اضافه گرفتن فقط املاک هم نیست، رفتن سفرهای خارجی برگشتند، رفتن کلی رانت جمع شده. بعد نگاه می‌کنیم همش یه راهکار قانونی داره. مردم نگاه می‌کنن کارگر حقوق 1 میلیونیشو مقایسه می‌کنه با حقوق 10 میلیونی یه عده. این هم اینجوری است. طلبه‌ای که حقوقش شهریه‌ای که میگیره 1/3 اینه، نگاه می‌کنه می‌بینه این 30 برابرمه. پرستاری که 1.400 1.500 1.800 میگیره، نگاه می‌کنه می‌بینه این چند برابر دیگه اینه. مردم رو دارن می‌بینن اشرافیت ابعاد مختلفی داره. یه بخش منزلته، یه بخش جایگاهایی که یک عده از آقایون برای خودشون درست کردن از مردم فاصله داشته باشن. یه بخش جناحهای ماست. بحث جناح الف و ب و جیم و دال و نمیدونم اسخر بره کامبیز بیاد، اینا نیست. بحث این است که انقلاب آمد این فضاها رو به هم بزنه. انقلاب آمد که هیچ جوری مسئولین، مردم، جناح‌ها، نخبگان با مردم فاصله نگیرن. چرا مردم ما طرفدار هیچ جناحی نیستن؟ چرا مردم ما فقط از روی لج به یه جناح هی چند سال یه بار میان به یه جناح دیگه رای میدن؟ مردم میگن اینا قاضی است. چون انقلاب این گستاخی انقلاب رو مردم ما بخشید. ما 3 بار توی صحیفه تاکید میکنن اقشار متوسط به بالا حق ندارن مسئول جمهوری اسلامی. من سوالم از نهادهای امنیتی، سوالم از شورای نگهبان، سوالم از نهادهای نظارتی اینه چطور است به حجاب گیر میدید که کار درستی هم میکنید که کسی رعایت حجاب اسلامی رو نمیکنه؟ چرا به اینا گیر نمیدید؟ خروجی این اشرافیتی میشه نسبت به همه مسائل که موردی. بعد میریم نگاه میکنیم اون کارگر بدبخت آق دره‌ای، اون کارگر بدبخت تو باف 20 سال تمام رفته با 700 تومن 800 تومن چقدر سر کار صبح بهش گفتن نیا. بعد این اعتراض که چرا من اخراج میکنید، بعد به شلاق محکوم میشه. لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. فریاد دادخواهی مظلومه. با این برخورد میکنه. آقای منصور نظری رفته دیده یه تخلفی پیدا کرده توی قوه قضاییه شهر کرد، برداشت داده به معاون قوه قضاییه پرونده رو. نیومده حتی مثل تو رسانه‌ها اعلام کنه داده آقا اینو رسیدگی کنید. ایشون الان تو زندانه. امام میگن اشرافیت خاصیتش اینه زورگویی به مردم، خم شدن مقابل سفارتخانه‌های خارجی. امام حسین قبل از واقعه عاشورا 1 سال پیش همه رو جمع کردن توی منی. میذالک ان الامر بالمعروف و النهی عن دعاء الی الاسلام، دعوت به اسلام کافی نیست، مع رد المظالم و مخالفت الظالم و قسمت الاموال و الفیء و الغنائم. اما نهی از منکر اینه، باید دست اون سید میثم صفایان که اعتراض کرده است توی ماجرایی که تو کامیون درا هست بوسید، نه اینکه بردش زندان. باید دست منصور نظری ها رو بوسید که تازه اومده در گوش مسئولین گفته آقا اینجا من احساس تخلف کردم. بعد الان تو زندانه. آدمای پاپتی بدبخت بیچاره که انقلاب و اینا کردن، مدافع حرم اینا میشن، فتنه رو اینا جمع کردن، همه هزینه‌های انقلاب و فشار و تحریم و همه امیرالمومنین میگن توی نهج البلاغه ملاک برای یک حاکم تو جامعه باید این باشه، ولی یکن احب الامور الیک، بهترین امور برای تو باید این باشه که میانه ترین در حق باشه و امها فی العدل، فراگیرترین در عدل. ما یه جمله گفتیم که آقا پزشکا هم دارن اینجوری حقوق میگیرن، پزشکای دولتی، یا پزشکی که سابقه جهادی هم داره مسئول هست صداش در اومد به ما گفت بی‌عقل. ما سوالمون اینه، میگیم که وقتی میگه فراگیرترین در عدل، آیا همه مردم راضی هستن از همین وضعی که تو نظام سلامت پزشکی ما هست؟ چه فرقی میکنه؟ طلبه که بورسشون شاخ نمیشه. اونها هم آدم‌هایی بودن که زندگی اشرافی داشتن، مقابل سفارتخانه‌های خارجی خم می‌شدن، حکم خدا رو کاری نداشتن. من سوالم اینه، فرهنگ جابجا شده همینه. چرا هیچ کدوم از مسئولین آنچنان که امام در جماران زندگی می‌کرد و امروز یک کاریکاتوری از امام ساختن در بهشت زهرا با اون جای اشرافی، چرا هیچ کدوم از مسئولین اینجوری زندگی نمی‌کنن؟ چرا هیچ کدوم از مسئولین مثل محور معظم انقلاب که آدم واقعا یاد امیرالمومنین میفته زندگیشو می‌بینه، چرا یک نفر از مسئولین اینجوری زندگی نمی‌کنه؟ چرا یک نفر از مسئولین اینجوری زندگی نمی‌کنه؟